سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور خوب و صحت سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ زیبای فرهاد جان دریا می باشه که به فرمایش عضو ممبرشیپ ما این ویدیو آماده میشه. دوستای عزیز، ما میخوایم از تمام شما دوستای بسیار نازنین تشکری کنیم که ویدیوها رو میبینین، این کانال رو سپورت میکنین، لایک میکنین و امیدوار هستم که از هر طریقی که شما امکاناتش دارین این ویدیوها رو و این کانال شیر کنین با دیگه دوستا و کامنت های زیبای شما و امی تشویق های شما باعث از این میشه که من تشویق شوم و زیادتر وقت خود مصرف کنم در قسمت تهیه ویدیوها بر شما دوستای بسیار نازنین. و همچنان من بسیار یک تشکری خاص دارم از دوستای ما که این کانال مادی همچنان سپورت میکنن، ممبرشیپ خریدن و از طریق از این کانال کمک میشه تا که من امکانات زیر داشته باشم که کانال دائمی بانه و من دائمی بتونم در خدمت شما دوستای عزیز قرار بگیرم. دوستای عزیز، ما میخوایم که در هر ویدیو تکرار کنم که ما درسای آنلاین داریم دوستای عزیز که هر روز یک شنبه از ساعت 4 تا 5 دیگر به وقت اروپا اجرا میشه و البته ما در هفته 3 ویدیو در خدمت شما میگذارم، ولی بسیار مهم است دوستای عزیز که هر کس درسای شخصی بگیره. یعنی این ویدیوها که من میگذارم ای بسیار خوب است، اما هر کس در یک نقطه که بند من دیگه نمیتونه که حرکت کنه. یعنی یک راهنمایی خصوصی هر کسی ضرورت داره و من بر شما پیشنهاد میکنم اگر امکاناتش دارین شما ممبرشیپ سطح 3 ما بخرین که 25 رو در ماه هسته و روزای یک شنبه ما یک جای آنلاین درس می داشته باشیم و هر سوالی که شما می داشته باشین ما کوشش میکنیم که او را حل کنیم، سرش کار کنیم و با هر دوست ما با مو سطح و فهم خود زو ما کار میکنیم. یعنی این بسیار زیاد مهم است دوستای عزیز. ای که من هفته 3 ویدیو بر شما اپلود میکنم این کفایت نمیکنه، باید که درسای شخصی حتما گرفته شود. در غیر از او شما نمیتونین که پیش برین، یعنی رشد کرده نمیتونین، رشد متوقف میشه. موسیقی دوستای عزیز امو قدر که به نظر آسان میایه امو قدر همچنان میتونه که آسان نیایه. یعنی اگر آدم در یک قسمت نفهمید دیگه نمیتونه پیش بره و باز چند وقته که کوشش کردیم که باز نتونستیم، باز او وقت میشه که بسیار از دوستا هستن که موسیقی رو کاملا رها میکنن و فکر میکنن که موسیقی مشکل است، ما نمیتونیم، در حالی که یک راهنما حتما ضرورت است برای آدم، برای اینکه آدم بتونه که علم موسیقی رو یاد بگیره و با شوق و ذوق علاقه ادامه بده. دوستای عزیز، میریم و این آهنگ زیبا را یک جای کار میکنیم. از سی میره میخوایم بخونم دوستای عزیز و این آهنگ که من فکر میکنم که شعرش بلندی ها هوای تازه داره، جوانی درد بی اندازه داره. 4 بیتی هایی که از فکر میکنم که 4 بیتی های مردمی است که شاعرش معلوم نیست، اما کمپوزش من نایفم که کی آماده کرده. فکر کنم که شاید فرهاد جان دریا آماده کرده باشه ولی من مطمئن نیستم و اگر شما میفهمین دوستای عزیز لطفا در قسمت کامنت ها ما را همچنان در جریان بانین. این آهنگ در تات بلاول جور شده دوستای عزیز و چون ما از سی را میخوانیم، سی میجر سکیل است در موسیقی اروپایی به نام سی میجر سکیل یاد میشه و به خاطر زیبایی از این آهنگ البته کلاسیک نیست. وقتی که آهنگ کلاسیک نیست بیرون از سکیل همچنان نوت ها گرفته میشه و استفاده میشه برای زیبایی آهنگ که دمی آهنگ هر دو نوت ده استفاده شده، سا ری گا ما پا دا، این هر دو نوت استفاده شده، یعنی یک نوت از اسکیل برآمده. ما یک بار اسکیل دوستای عزیز اینجا نشان میتم و اسکیل برازی است که ما رای خود بیافیم در قسمت یافتن نوت های آهنگ در بالای کیبورد هارمونیا ما زیاد اذیت نشیم، یعنی با آسانی رای خود بیافیم. این بسیار زیاد ما را کمک میکنه.
از او خاطر است که ما در هر ویدیو میخوایم که همیشه اسکیل نشان بدیم. دوستای عزیز ما سرماخوردگی داشتیم و دماغ ما بند است، آواز ما نرمال نیست. امیدوار هستم که شما اذیت نشین. در هر اسکیل باید سعی از روی کم دوامدار باید از ما تمرین کنیم که آواز ما سرش درست شود. اگر سعی ما در جایش نباشد تمام نوت ها دیگه بی جای است و بی سر است. دوستای عزیز، این آهنگ یک انترو داره، یک انتروی زیبا داره که امور اول کار میکنیم. همراه یک انگشت. آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه، اما از انورژن یعنی که معکوسش. از اینجا سمیه در های اکتیف اینطور. سی میجر کورد انورژن سی، انورژن میجر کورد است. آهنگ از اینمی سه شروع میشه، یعنی مگر از های اکتیف. بلندی هوایی تازه داره، جوانی درد به اندازه داره. همراه یک انگشت. بلندی دوستای عزیز ما دیدیم که اردو در استفاده کردیم. بلندی هوایی تازه داره، اردو در استفاده شد. جوانی درد به اندازه داره. موسیقی که در بینش است آهنگ پس دوباره در می سی ورژن میجر کورد استارت میشه.
چندان خرابی دید از عشق که نی دیوارونه دروازه داره خدایم خدایم او خدایم او خدایم او خدایم به گوشت میرسد آیا صدایم آیا صدایم از این دنیای بی پا و سر خود فقط درد دلی دادی برایم دادی برایم. آهنگ دوباره آمد سر از اینمی رود کرد سی میجر کرد که رود کرد است میجه استاد شد همراه یک انگشت. دلم چندان خرابی دید از عشق که نی دیوارونه دروازه داره خدایم او خدایم او خدایم او خدایم به گوشت میرسد آیا صدایم آیا صدایم از این دنیای بی پا و سر خود فقط درد دلی دادی برایم دادی برایم. بلندی هوایی تازه داره جوانی درد به اندازه داره دلم چندان خرابی دید از عشق که نی دیوارونه دروازه داره خدایم او خدایم او خدایم او خدایم به گوشت میرسد آیا صدایم آیا صدایم از این دنیای بی پا و سر خود فقط درد دلی دادی برایم دادی برایم. ملودیش همراه یک انگشت. آهنگ باز موسیقی میجر کرد که این ورژن استارت میشه اینجا باز دوباره قسمت دیگه شروع میشه که میگه که صدای در گلویم خانه کرده که دنیای مرا ویران نکرده چنان تلخ است درد آلود و غمگین که آهنگش مرا ویران نکرده
رسد آیا صدایم از این دنیای بی پا و سر خود فقط درد دل دادی برایم دوستای عزیز میریم ایره در گده مست در تمپوی 20 تمرین میکنیم. بلندی هوایی تازه داره جوانی در دل اندازه داره دلم چند